نمیایم منتظر باش. منتظرت هستم. بیا قدرت، بیا. بریم دختریم بخوابیم. بسیار ناوقت شده. تا صبح همه چیز خوب میشه. انشالله یک روز خوب خود داشتیم. حالا دیگه بچیم جواب بده. شب بخیر خانم کاکا. هنوزم کدام خبری نشده؟ نه خیر چنار، هنوزم کدام خبر نیست. اسما بازم کار خود انجام داد. کاکایش بازی داده، زندگی ما را تباه می سازه. اگه به سر بچیم کدام بلایی بیایه، باز هیچ وقت اسما را نمی بخشم. براتون گفته باشم از بچیم دست بردارین. چرا این کار میکنین؟ توبه توبه، من این روک باز مانده رفته بودم. این کارت بد نیست خانم کاکا. هیچ وقت کارای بد بچه تا نمیبینی. همیشه انگشتت طرف از ما درست میکنی. بلیاز خدا شما چی گفته میرین؟ به جایی که اولادای خدا پیدا کنیم گپای ناق زده میرین. زحل، چی حتی من یک لیرام نداشتم قدرت، بازم خواستی همه چیز از ما بگیری؟ بعد از زندگیم تنها چیز را که داشتم دمت بود. خواستی او را از ما بگیری؟ میفهمیدی که من او را دوست دارم، بازم خواستی کار کنی؟ چطور خواستی کار کنی؟ بگو قدرت. تو بودی که همه چیز از پیشم گرفتی ها؟ تنها بودن و کسی که تو را دوست نداشته باشه چه قسم است؟ چطور تو دردی را حس کده میتونی؟ ما امروز هیچ کار نکردیم. حالا ما میفهمم که امروز چی کنم قدرت. با آمدن او ماری مشکلات سر ما آمد. گرفتن جان یک بچه برش بس نکده که حال پشته. درگود بچه ما هم گرفته. ای چی حال است؟ سر کل ما زهر خدا میخواه بپاشانه. در بین اقدر دخترها رفته دوست چطره پیدا کده دیم دست مادرم از همتون نیست. اگه آتش سوزی شود چه نار کده؟ اگه در خانه جنگ شود از دست چه نار است؟ پس دروغ میگم. قبل از آمدن او مادر بی برکتت ما چی مشکل داشتیم؟ همین که قدم خدا بخوانی مامان مشکلات ما شروع شد. تو هیچ وقت خودم با قصر فکر نمی کنی نه؟ حتی فکرشم نمی کنی. شاید دلیل کل این کارات تو باشی. شاید به خاطر دروغ گفتن تو یک قسم شده باشه. آفرین به تو. ای که به شما احساس بی پدری و بی مادری را ندادم اشتباه کردم. با اولادای یک قاتل من رحم کردم. من از شما مثل مادر و پدر مواظبت کردم. حالا فهمیدم که بسیار یک اشتباهی کلان کردیم. ای قسم نگو مادر کلان. تو میفهمی که اشتباهی چی است؟ پس دیگه چی میکردم؟ میگفتم مادرتان نمرده در زندان است. میگفتم جان پدرتان گرفت اما هنوز هم زنده است. در هر روز ملاقاتی از دستتان گرفته پیشش میبردمتان. باز او وقت کل چیز خوب میشد. باز او وقت بسیار خوش میشدی. اما ترس ای که خوش میشدیم نمیفهمیم. اما حداقل دشمن یک دیگه خود نمیشدیم. تو حتی بر ما یک دفعه حق انتخاب ندادی. با گفتن گناه داره با جزاش ببینه کن سهر. مادر ما بی وجدان میگی نه؟ در اصل تو بی وجدان هستی. این قهر تو از کل زهرهای دنیا کده قوی تر است. درسته سهر خواهر. آسیا مادر قربانتان شام شما ماران باشین. بله دخترم همونطور است. قهر ما از زهرهای دنیا کده قوی تر است. همونطور است نه؟ اما میفهمی چرا؟ وقت از یک مادر اولادش بگیری باز وجدان و مرحمت او رام همراهش میگیری. این را فراموش نکن. باز او وقت چشمایش هیچ چیزی را نمیبینه دخترم.
بخصوص وقتی که او قاتل ده پیش روی چشمایش پرندوار پر بزنه. متاسف هستم به خاطر یک زن که مرگش نزدیک است دلت نمیسوزه. هر قدری که خواسته باشی داد و فریاد بزن. من به بیگناهی مادرم باور دارم. حداقل دا آخرین نفساش جان خود به راحتی خود داد. اما باز شما چی خود کردین مادر کلام؟ با این عذاب و وجدان چطور زندگی خود کردی؟ آیتون کاماندان صاحب. بیرون برین. قدرت اگه چتنم اینجا باشه چی؟ اگه قدرت چیزی شوه باز چی کنم؟ چتن قربانت شوم کدام کار اشتباه نکنی. قدرت حالا دروازه رو باز کنین. قدرت دروازه رو باز کنین. بالاخره میخوایم که ایره به اثبات برسانم. قدرت چتن یارا چی شده باشه؟ قدرت یا چتن اینجا آمده بود؟ تا حالا اینجا بود، چند لحظه پیش برآمد. خدایا این بچه ها کجا رفته باشه؟ کجا رفتن از بچه؟ چتن یک پیام آمد. ده پیام برای چی نوشته بود؟ زود برام بگو بچیم ده پیام چی نوشته بود؟ به میدان بازی خواسته بودش، بازو هم رفت دیگه. براش گفتم نرو اما گپ ما قبول نکرد دیگه. قدرت کدام میدان بازی؟ در سر رایتون یک پارک است، در همونجا خواد باشه. چطور از درد بوکس مزید میته؟ فکر میکنی من قصد خود گرفتن نمیتونم؟ میخوایم تمام زندگی تزید بگیرم. تو تمام زندگی من حتی پدرم ازم گرفتی. اینا به یاد داشته باش ممتازین دستم و دختر اعلان نمیکنم. میخوایم انتقام تمام دردای گذشته ما بگیرم. تو چقدر بی غیرت هستی؟ واقعا بی غیرت هستی. تو ایره خوب میفهمیدی که من دمت دوست دارم. بازم چطور دانستی این کار امرایم کنی؟ خودت با کاکایم جنگ کردی، مرا ناز دخیل ساختی. کمه باید درک داشته باشی. مقصر هر کار خودت هستی. گفتم ایلایم کلاوده. حالا زورت داده که دمت تو را احمق فکر کرده ایلاید کرد. بهتر است که دمت فراموش کنی. حالا دیگه دمت به همیشه از ماست. دهنتا بسته کن، بسته کن دهنتا. کشته ما از خنده. زورت داده که دمت حال مرا انتخاب کرده ها؟ گفتم دمت فراموش کن. او دیگه به همیشه از ما شد. چتیات نگو. دمت از ماست. دمت فقط از ماست. ناموره به زبانت نیار. فهمیدی؟ دمت فقط از ماست. از ماست. از من خود بود. حالا ترگوت حالا کمه دگام تیز برو. پیش از اینکه او چتن به بچیم کدام ضرر برسانه باید ما اونجا برسیم. خدا نکنه زحل قسم نگو لطفا. چتن هیچ کاری نمیکنه. اونو مثل بیادرازانه هیچ کاری با هم دیگه نمیکنه. میتونن جانم. بیادر امرای بیادرخت تو کارایی میکنه که عقلت از دست میدی. چوب باش زحل، چوب باش. هیچ چیزی نمیشه. من اجازه نمیتونم که چیزی شوه. فهمیدی زحل؟ پس چرا اسلحه را با خود گرفته ها؟ برای نشان دادن گرفته؟ خدای خودت از اولاد مواظبت کو. اونو به هم دیگه ضرر نرسانده باشن. چتن وقت تصمیم خود گرفته. ای که بیادرش از بچه کاکایش است. دقیقه هیچ کدامشان نیست. خدایا لطفا او را کمک کن. تو مرا لوده میگی احمق. کدام روز اعصابم خراب میشه تو را از بین میبرم. زیاد گپ نزن چتو. همیش مرا دست کم گرفته و بازی را میبازی. حیف از که نام آدم از سر تو ماندن. بارو ما برات نشان میتون. تو چی میکنی قدرت؟ هیچ چیز کده نمیتونی.
کجا رسیده باشن؟ نیک هنوزم بچه را پیدا نکردن. خدا کنه کدام کاری نکرده باشن. خدایا خودت کمک ما کن. بیادر ما به درد گرفتار نساز که از اودش برآمده نتونه. عمر باز کار خود انجام داد. خدا میفهمه که گوشای چتنه چقدر پر کده باشه که تو دشمن قدرت شده. اما خداوند بزرگ است. حتما جزایی کارایش برش میده. البته چیزی را که کشت کنی داره و میکنی. نیک ما در جای اشتباه آمدیم. ترگوت جانه در اینجا خو هیچ کسی نیست. بیادر اونجا هستن. همیان موتر استاد که زود شو. قدرت قدرت صبر کو بچه به قسم نکو. صبر کن اولادا جنگ نکنین لطفا. شما چی میکنین؟ پس شو تو هم بلند شو. بچه منه که عقلت از دست دادی. بچم تو خوب هستی؟ ما با هم چی گفته بودیم؟ این موضوع را بسته کرده بودیم. جان مادر این حالت طبیبی دستایت بشکنه انشالله. خداوند لعنتتان کنه احمقا. من شما را به همین روز کلان کرده بودم. در زیر یک چتر با هم کلان شدین. در یک دسترخوان با هم نان خوردین. بچه کاکانه باید به یک دیگه تان بیادر بگوین. مثل دشمنا دست با یک خند میشین نمیشرمین احمقا. با این کار خدا قهرمان فکر میکنین؟ با نظرتون با این کار کل چیز حل میشه؟ شما با هم بیادر هستین بیادر. در خانواده قسم خصومت نمی باشه. اگر کدام مشکل داشته باشین باز گپ زده حلش کنین. اگر نه باز هر دوتون پشیمان خود شده. درست از بیادر بار دیگه تکرار نمیشه. حالا همراهشان قسم رویه نکن. باید هر دوشان آرام شوند. مطمئن هستم هر دوشان پشیمان هستن. همتون است اولادا. تو سپاسگزار پدرم باش احمق. اگه اینا نمی بودن باز میدیدی کمرا چی میکردم. آرام باش بچه. قربانت شوم آرام باش. توفنگ چرا بته؟ بار دیگه قسم لودگی نکنی احمق. او ده موتر است. لعنتی تو خودم مرد فکر میکردی ها. مردی رو برات نشان دادم. حالا فهمیدی که مردی چی است؟ دیگه صدایت نکش. حالا حرکت کنین. حالا جان مادر بریم. باش که دستوریت پاک کنم یک دانیم. بیا جانم. تو هم همراه ما بیا. این موضوعات فراموش که تو هم همراه ما بیا. کاکا دیگه نمیتونم دو خانه باشم. شاتن برات گفتم حرکت کو. این موضوع رو در خانواده حل میکنیم. اگه من رئیس خانه باشم باز هر چی میگم انجام بتین. گفتم بریم. گپ کاکایتا گوش که بچه بیا. اولادا شیرینه. وقت شما را اتو میبینم قلب آتش میگیره. اگه بفهمن که شما بیادرای هم هستین، هر دوتون از یک خون هستین، باز وقت قسم با هم دشمن نمی باشین. باز وقت طرف یکی دیگه تون به نفرت سیل نمی کنین. خدایا خودت از اولادم کینه را دور کو. بیادر دشمن بیادر نساز لطفا. چطور استی جان مادر؟
کدام جای درد میکنه؟ نه خیر مادر، خوب هستم، تشویش نکن. آقا قمر، شما چرا از جایتان بلند شدین؟ راستش دیدم شما خواب بودین نه؟ خب چی فرق میکنه آقا قمر؟ چرا مرا صدا نکردین؟ من خب بیدار میشدم. بگوین چیزی میخواستین؟ شما خواب بودین، باز مام خواستم سرتان کمپل بندازم. اوه خدا، چرا خدا به زحمت ساختین؟ شما بالای کوچ خوابیده بودین، مام خواستم که بالایتان کمپل بندازم. حالا استراحت کنین. انشالله زودتر صحتمند شوین. زنده باشین. آی خدای من، این چی وضعیت است؟ همراه یک دیگه تان چرا ایتو کده نک دیوانه شدی؟ حالا یک ساعت با تو قصه کنیم. وضعیت اینا رو نمیبینی؟ اگه اقدر میخوایی بفهمی از بیادرت بپرس. چتن تو خوب هستی جان خواهرش؟ حالا بیا اینجا بشی. من خوب هستم خواهر، خوب هستم. خوب هستم بیادر، چیزی نیست. فیدان حالا زود کو بستی کمکای ولیره بیار. ضرور نیست. هیچ کس به اینا کمک نمیکنه. قدرت، چتن، هر دویتان با اتاقایتان برین. کل شب بیشینین و درباره اشتباهیتان فکر کنین. باز فردا دی باره گپ میزنیم. زیاد درد میکنه. یک بار پیش دکتر بریم. ضرور نیست، من خوب هستم خواهر. شفا باشه بچه. او اسلحه را به خاطر کشتن قدرت برده بودی، همه تو نیست؟ تو واقعا میخواستی که قدرت از بین ببری؟ نمیخوایم دی باره گپ بزنم، لطفا مرا تنها بونین. اگه به کدام چیزی ضرورت داشتی باز مرا صدا کن. توی را پس ده جایش ببر. ترگوت کجا میری؟ میرم تا حد بچه تا برش نشان بتم. با کسی که حدش برش باید نشان داده شوه او چتن است. تو ندیدی که بچه ما را به چی حالت رسانده بود؟ دیدم زحل. من میگم هنوز دیرم کده. یعنی بچه کاملت خورده. خدا نکنه جانم. اگر در وقتش نمیرسیدیم باز خدا میفهمه که چتنم راش چی میکرد. تو چطور قسم گفته میتونی؟ به خاطر از دست دادن بچه ما تو نترسیدی؟ بیبی، قدرت بچه ماست. البته که بسیار ترسیدم. اما ای به این معنا نیست که اشتباهش مد نظر نگیریم. همیشه در حق شتن بدی میکنه. پس در او صورت اشتباهش پیش رویش نیار ترگوت.
بیازو از کارش پشیمان است، اینقدر سرش فشار نیار. کوشش نکردم مقابل من از بچه دفاع کنی و دردت نمیخوره. اگه در وجود او کم شرم و پشیمانی را ببینم باز چیزی نمیگم. تو هم دیگه از او اینقدر پشتیبانی نکن زحل. فقط تنها گناهکار چتن باشه. پس تو هم از چتن قدر طرفداری نکن. او هم زیاد بیگناه نیست ترگوت جان. بس از زحل ضرور نیست گفتگو کنیم، اما حساب ایره ازش حتما میپرسم. باید ایره بفهمه که تباه کردن زندگی دیگرها یعنی چی. باید کمی آدم شوه. کل اینا از دست تو چتن لعنتی است. کل خانواده را به ضد قدرت ساختی. هر دویشان جگر خون شدن. بچه بسیار خوب هستن. اما وقتی که مثل بیادرها هستن باز چرا میخواین که جنگ کنن؟ هیچ نمیفهمم. اگر از مادر کلانم بپرسیم باز نام تو را میگیره. یعنی میگه بدبختی را تو به خانه آوردی مادر. میگه قبل از آمدن مادرت زندگی ما بسیار خوب میگذشت. اما تو در قصهش نباش. برش اجازه نده که روحیت خراب بسازه. او را خود میشناسی مادر. اما تو گفتم میره دیگه. بله مادر. در خانه کاکایم شنستم. درست است. همیاله میایم. خیرت باشه دخترم، چیزی شده؟ درو گریه میکنه و نمیخوابه. خوشویمم حق به جانب است. ازش مواظبت کردن نمیتونه. تو برو دخترم، از دخترت مواظبت کن. خب باز فردا میبینیم مادر. شاید مادر کلان تق با جانب باشه. شاید این وضعیت قدرت چتنم به خاطر ما باشه. اگه قدرت او وقت به زحل نمیدادم باز میفهمیدن که بیدار هستن. باز وقت قسم با هم جنگ نمیکردن. یک دو نیمه. چی بلایی که سرت نامده؟ ای همه کالش به خاطر او چه ناره احمق است. ترگوت میفهمی وقتی که بچه میخوابید چند بار ترسید و بیدار شد، اما خوب شد بالاخره خوابید. خودش کد و خودش دید. هر بلایی که سرش میایه با اون که بیایه. ترگوت جان، یک دفعه خدا به جای قدرت قرار بده. تو خودت در جوانیت هیچ اشتباه نکردی. حالا که بچه عاشق دوست دختر بیادرزاده شده او رو از بین ببریم چی کنیم حالا؟ تو چی گفتم ایری زحل؟ اونا مثل بیادر هستن. چتن مثل بیادرش هست. یک آدم توی کار همراه بیادرش کردن میتونه؟ ای تو هستی که درباره بیادری گپ میزنی ترگوت؟ نقدان مرا باز نکو. کاری که ده حق راسم کردی پیش کار قدرت هیچ است. چطوری تو گپه گفتم میتونی زحل؟ فقط تنها ما او کار کرده باشم. تو یگانه شاهد هر ثانیه و هر لحظه مستی ایره فراموش نکو. زندگی من نمیخواستم که قسم بگویم. معذرت میخوایم. دختری یک دو نیمه. من در این روزا در مقابلت زیاد بی‌توجهی میکنم. تا وقت کلان شدن میخوایم کل خوشی ها و لبخندایت ببینم، اما مشکلات زیاده دارم که ناخواسته در مقابلت بی‌توجهی میکنم. خدا کنه یک روز مرا ببخشی. ارجمند کجا بودی؟ میفهمی چند بجه شب است؟
خیرت باشه زندگیم. تو تا هنوز نخوابیدی؟ تو باز نوشیدی؟ به قهوه خانه رفته بودی نی؟ قهوه خانه چی گلم؟ همراه کاکایت بودم. یک جلسه داشتیم. در بیرون 2 ساعت منتظرش بودم. برام ناق دروغ نکن. کاکایم وقت خانه آمد. بیبی زندگیم، با دوستایم یک جا بودم. با هم چای خوردم. یگان قصه کردیم. بلا از تو هم چیز پات کده نمیشه. برام حقیقت بگو. باز به قمارخانه خونه رفته بودی؟ بیبی سحر، به خدا مرا امینجا کم آوردی. گفتم دو چشمم امینجا کور شوه. اگه ما دروغ بگویم. با دوستایم چای خوردیم و قصه کردیم. حالا آمدم. خودت میفهمی از قمار دیگه توبه کردیم. خدا کنه برام حقیقت گفته باشی. ای بار نمیبخشمت گفته باشم. چتن ما، بچه شجاع ما، کاش به خاطر تو از دست ما چیزی می آمد. کاش میتونستم همراه تقدیر مبارزه کنم. اما دیگه توان ندارم بچیم. دا آخرین نفسایم. شاید در نصیبم نباشه که شما را خوش ببینم. حتی سرت قهرم شده نمیتونم. تو تا امروز بدونی کدام خواهر و بیادر بزرگ شدی بچیم. این اشتباه است. میفهمم اگه بفهمی مرا نمیبخشی، اما منم میخواستم قسم شبه. تو و بیادر و خواهرت سرم قهر شده میتونین، ازم نفرت کده میتونین، اما ما بازم ابراتان میباشم. جگر خود نخواد شدم، دلستان نمیکنم. بازم هر چیزی که از شما برم بیایه راضی هستم. اما ما پیش کی شکایت کنم قدرت؟ مادرم کجاست؟ تا حال وقت باید بیدار میشد. صبح بخیر مادر جان، بفرمایید. صبح بخیر بچه. این میز چرا تو خالیست بچه؟ اولادا کجاستن؟ قدرت کمه مریض است مادر جان. پسان یگان چیز برش باز میبرم. چند دقیقه پیش جتن رفتم. او هم گفت که چیزی دلم نمیشه. این قسم خو امکان نداره. هر چیزی که میشه شوه باید دور میز با هم یک جا بشینیم. زود برو کل اونا رو اینجا بخوای. بسیار جالب است. قبلا خویتانا بلد نبودا. حالا فهمیدم که تمام بچه شوخ منطقی تانا شما اداره میکردین، اما تو نیست. خوب تو فولیت بود دیگه. کل مردم منطقه سرم هم قهر می شدن و هم مرا زیاد دوست داشتن. صبح بخیر. صبح بخیر پک، خوش آمدی. خوش باشی. میخواستم صحتت بپرسم اما
ای که صدای خندایتان از بیرون شنیدم باز فهمیدم که بسیار خوب هستی. کاکا خلیل کجاست؟ پدرم به دکانش رفته. کم کار داشت، پس آن میآیند. کاش هیچ زحمت نمیکشیدی. زحمت چی عمر جان؟ راستی این کتاب من گفتم شاید خوشت بیایه. دسته من موضوع چی بود؟ با من بگین که کم خنده کنم. خب دیگه قدر مهم نبود. با خانم اسمات فعالیت ما قسم میکردم، از او خاطر خنده میکردیم. راستی اسما جان، این زحمات طرف رو مشت کردن نمیتونیم. شب اینجا بودی، بیدار خوابی کردی. راستی به حال رفته میتونی تا وقتی کاکا خلیل بیایه من پیش عمر می باشم. خب راستش ما زیاد خسته نشدیم اما چقدر شل از دختر دیوانه، هیچ از اینجا نمیره. این دختر لودا چرا جواب نمیده؟ چطوری لعنتی؟ اگه پدرم نمی آمد باز برات نشان میدادم که یک نان چند فطیر است. بچیم ماشاءالله خوب معلوم میشی. حالا بیا که صبحانه بخوریم. مادر کلانت میخواید تو رو ببینه. مادر تا وقتی که چتن لودا اونجا باشه من نمیایم. باز وقتی که او رفت برام خبر بتن میایم. تو چه قسم گپ میزنی بچیم؟ تو چرا بعد از اون نان میخوایی بخوری؟ او باید از تو پسندتر بخوره. تو نه، او نباید در دور میز بشینه. اینجا خانه تو از بچیم، از او نیست. مادر تمام اینا به خاطر شما است. پدرم مقصر نیست. من پیش اونا نفر سوم و چهارم هستم. اتو نکو بچم، مادر کلانت خفه نساز. بیا که صبحانه بخوریم. خالایشا شما چی گفته میرین ها؟ ما حتی دیگه نمیخوایم شیری قدرت ببینیم اما شما میگین برو امرای او صبحانه بخوایی. امکان نداره. اتو نکو بچم، او هم مثل بیادرت است. هنوز خورد است، حتما متوجه اشتباهش میشه. خالایشا او بیادر من نیست. او هیچ چیز من نمیشه. درست است. درست است. فقط به خاطر شما میرم. بیشی برای چای بیارم. درسته بانیتا بخور. نه زندگی ما دیگه باید برم دیر شد. پول ماندی نه؟ امروز روز آخره بله برق است. بی یک دانم راست میگی اما پول ندارم. یعنی چی که نداری؟ چند روز پیش ماش گرفتی، اونا را چی کردی؟ نه پول داشتم، یعنی پول دارم. پول به یک کس دادم، یعنی یک دوستم است. همسر او مریض بود، به او خاطر بر از او پول قرض دادم. امروز برات میدادم، یعنی اما بر یک روز خون نمیشه. نه خب دیگه تو تشویش نکن، من حلش میکنم. ما دیگه میرم. صبح بخیر. نوش جان بچم، من گشنه نیستم. نوش جانتان. ترگوت
حالا شما یک دفعه بیرون برین. میخوایم همراه نواسایم یک جا صبحانه بخورم. اولادا تمامتان متوجه باشین و به گپایم خوب گوش بدین.